سلام. امروز میخوایم راجع به ICQ در آموزش زبان صحبت کنیم. این ICQ چیه که هر جا میریم میگن ICQ بپرسید، ICQ بپرسید. In fact, ICQ stands for Instruction Checking Questions. در واقع ICQ ها سوالای کوتاهی هستن که بعد از اینکه instruction یا دستورالعمل به زبان آموزامون دادیم ازشون میپرسیم برای اینکه مطمئن بشیم که اون دستورالعمل یا instruction رو درست متوجه شدن. در واقع به جای اینکه بگیم do you understand که معمولا همیشه جوابش هست yes، میایم از این سوال کوتاه استفاده میکنیم. برای مثال این اکسرسایز رو ببینید، از کتاب هدوی لول پری اینترمدییت هستش. instruction میگه write two sentences each about your past, present and future. One is true and one is false. خب بعد از دادن این instruction ICQ هایی که میتونیم بپرسیم مثلا میتونن اینا باشه. How many sentences are you writing? Are both sentences true? Do you write sentences about yourself or about another person? حالا شما به من بگید تو کلاساتون ICQ میپرسید؟ به نظرتون روش خوبیه؟ اگر دوست داشتید توی کامنت ها بهم بگید. فعلا خدافظ.